احذر احذر من أسباب الغفلة، احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة، فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد الرحلة. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد الله را که پروردگار جهانیان است. پروردگارا بر پیامبر صلوات و سلام و برکات بفرست. همچنین به خاندان پاک سریشت، صحابگانی که پیشوا و با برکتند، همسرانشان که مادران مؤمنانند، بر ما هم همراه ایشان با لطف و مهربانیت صلوات بفرست و تو مهربان ترین مهربانانی. اما بعد، برادران و خواهران محترم، الله همه شما را نگهبان باشد. ما درباره سبب‌ها، پیامدها و درمان غفلت صحبت کرده ایستاده ایم. یکی از بزرگترین درمان عملی غفلت تا به حد امکان دوری کردن از فتنه ها می باشد. پیش از این درباره خطر فتنه ها صحبت کرده بودیم و با امید این که در مقابل شهوت و شبهه ها غالب می آیی، خود را در فتنه ها قرار نده. نه، برحذر باش، برحذر باش. در مقابل فتنه ها انسان به آسانی نمی تواند که خود را نجات دهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را به دوری کردن از فتنه ها امر کردند. آن حضرت علیه السلام می فرمایند به زودی فتنه های رخ خواهد داد که در آنها شخص نشسته از شخص ایستاده بهتر است، و شخص ایستاده از کسی که راه می رود بهتر است، و شخصی که راه می رود از کسی که می دود بهتر است. با دقت گوش کن. هر کسی که به سراغ فتنه ها رود، او را هلاک خواهد کرد. به همین خاطر هر کس اگر پناهگاه یافت به آن پناه برد. این راهکار نبوی در هنگام فتنه های بزرگ است. خود را در مقابل فتنه شهوت قرار نده. به خودت باور نکن. در هنگام روبرو شدن با فتنه شهوت قلبت چه حالی خواهد داشت؟ در هنگام روبرو شدن با فتنه و شبهات قلبت چه حالی خواهد داشت؟ پس هر چقدر می توانی از فتنه ها دوری کن. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند به زودی فتنه های رخ خواهد داد که مانند پاره های شب تاریک هستند. انسان صبح مؤمن است و شب کافر می گردد، و شب کافر است و صبح مؤمن می گردد و دینش را می فروشد در عوض مال بی ارزش دنیا. آگاه باش. از فتنه ها دوری کن. فتنه خطرناکترین سبب غافل شدن انسان و به گناه و معصیت رو آوردنش می باشد. فتنه دو نمود است که نوع سیوم ندارد: فتنه شهوت و فتنه شبهه. در زیر این دو نوع فتنه های زیادی هست که حد و مرز ندارند. روز پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکان بلند به یکی از قلعه های مدینه نگاه کرده فرمودند:
پیامبر محبوبمان صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح می‌فرمایند آن حضرت صلی الله علیه و سلم از صحابگانشان می‌پرسد آیا آنچه را که من می‌بینم شما هم می‌بینید؟ گفتند نه ای رسول الله. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند من محل فرود آمدن فتنه ها را مانند باریدن باران در میان خانه هایتان می‌بینم. در میان خانه های کی؟ در میان خانه های صحابه. پس عین حال خانه های ما در چه حالند؟ در زمان وجود اینترنت و شبکه های فضایی که به طور نادرست استفاده می شوند. من محل فرود آمدن فتنه ها را مانند باریدن باران در میان خانه هایتان می بینم. پیامبر صلی الله علیه و سلم روزی از خوابشان هراسان خسته فرمودند لا اله الا الله لا اله الا الله. وای بر عرب از بلایی که به آنها نزدیک شده است. امروز این اندازه از سد یعجوج و معجوج باز شد. سلمه رضی الله عنها گفت ای رسول الله آیا در حالی که انسان‌های صالح در بین ما هستند هلاک می‌شویم؟ فرمودند بله اگر فسق و فجور، گناهان و بدیها و فتنه‌ها زیاد شود. خود را در مقابل فتنه‌ها نگذار. تا به اندازه می‌توانی با طلب کمک کردن از الله و به واسطه گزارانیدن نماز و دیگر عبادت‌ها، تلاوت قرآن، همنشینی با نیکان و دوری از همنشینی با بدان و نماز گزاریدن در نیمه شب از فتنه ها دوری کن. در حدیثی که در صحیح مسلم از عبدالله ابن عمرو روایت شده است پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند پیش از من هر پیامبر وظیفه داشت که امت خود را به بهترین چیزی که خیر و صلاحشان را در آن می‌دانست راهنمایی کند و امت خود را از هر شر و بدی که درباره اش می‌دانست برحذر دارد. عافیت و سالمی این امت از فتنه‌ها در ابتدای آن نهاده شده است و در آینده به فتنه‌ها و حادثه‌های روبرو می‌شود که آنها را نمی‌پسندد و فتنه‌های پدید می‌آیند که هر یک از آنها سخت‌تر و شدیدتر است و فتنه‌های پیش از خود را سبک می‌گرداند. به گونه‌ای که فتنه پیش می‌آید و مؤمن می‌گوید این مایه هلاکت من است، اما فتنه برطرف می‌شود و فتنه دیگر می‌آید و مؤمن می‌گوید این فتنه هلاکت بار است، زیرا فتنه پیشین آسان‌تر بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند پس هر کسی که دوست دارد از آتش جهنم دور شود و به جنت داخل شود باید در زمانی که مرگش فرا می‌رسد به الله و آخرت ایمان داشته باشد و باید با مردم همان گونه رفتار کند که دوست می‌دارد که با او چنین رفتار کنند. بله. پیامبر صلی الله علیه و سلم شب فرمودند امشب به من خبر داده شد که چه فتنه‌های بعد از من روی خواهد داد و مسلمانان چه خزینه‌های را فتح خواهند کرد. بنابراین به خاطر امین ماندن از این فتنه‌ها همسران را برای نماز بیدار کنید. چه بسیارند زنانی که در دنیا پوشیده هستند ولی در آخرت عریان خواهند بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز را راه نجات ذکر کردند. همچنین حدیثی را امام مسلم روایت کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند عبادت در زمان حرج و مرج مانند هجرت به سوی من است. عبادت در زمان حرج و مرج مانند هجرت به سوی من است. این حدیث را امام مسلم از معقل ابن یسار رضی الله عنه روایت کردند. در این زمان فتنه ها و عبادت ها حریص باش. با الله قسم که ما فعلا در زمان فتنه ها قرار داریم و فتنه ها دو نمود می شوند. فتنه شهوت ها و شبهه ها. یگانه راه نجات چنگ زدن به قرآن و سنت و پروردگار آسمان ها و زمین است. الله پاک و منزه و بلند مرتبه است. از الله می خواهم که من و شما را از این فتنه های آشکار و پنهان امین نگه دارد. پروردگارا ما به تو از عذاب آتش جهنم و از عذاب قبر و از فتنه زندگی و مرگ و از فتنه مسیح دجال پناه میبریم. سلام و درود و برکات الله بر پیامبرمان محمد و بر خاندان و اصحاب ایشان باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احذر من أسباب الغفلة.
احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة. فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى، أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد